انجمن انیشتیمانی کردی لسوریه ایریشا موشکی لسر هولیر بتوندی شرمزار کر و داخواز هلوست کناف دولتی تند لدیجی واند کریارن تروری کر. ده داخویانی که ده دو سشمه انجمن انیشتیمانی کردی لسوریه گود که ایریشا لسر هولیر دده مکیده هات که حکومت فدرال عراق هول دده روش اولهی و سیاسی آوردای انها العراقی کنترل بکه و دانستاندنان لگل هرم کردستان جبو چاره سرکرنا دوسه ناکوکدار دکه و او یک دما انجام دانا وان ایریشان و گریدانا وی بدانستاندنان و ارمانجا تکدانا وان و ارمانج کرنا اولهی و آرامی هرم کردستان اشکره دکه انه کسی ده داخویانی خوده ایریشا موشکی نویرک لسر هولیر بتوندی شرمزار کر و پشتوانی خواه جهرما کردستان و گلیویره داخویانی و داخوازه هلوستکه ناف دولتی تند لدیجیوان کریارین تروری و پرستنا هرمه و حکومت آوی و جیبجی کرنا ماده 140 ده دستور عراقی دکر.